هر کسی که عبادت و بندگی خدا کرد، اطاعت خدا کرد و پیروی از سنت رسول الله کرد، او شخصیت در جنت همنشینی با پیغمبرای خدا هست. چه لحظه خوشی هست که در محفل، در جایگاه قرار بگیر که در پیش روی تو، یعنی در کنار تو محمد رسول الله نشسته است. آیا یک بار فکر کن، یک بار اون لحظه ها را بیاد، این عادی نیست. یک بار بیاد بیار در جنت، در موضع و جایگاهی که رضای الله و در کنار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خیلی بشارت بزرگ برای اهل جنت. و حالتی که رب العالمین در آخرت وقتی که اهل جنت به سوی جنت برده می شود، این حالت هم در آیت کریمه پروردگار بیان کرده است: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. در روز قیامت خداوند ملائکه های داشته است که وابسته، یعنی به جمع کردن و گروه کردن مردم اهل جنت هستند. اون ملائکه ها اهل جنت، یعنی هر کدام اونها را به گروه خودش، یعنی عالم ها را همراهی عالم ها، صالح ها را همراهی صالح ها، انسان های حاجی ها را حاجی ها، قاری ها را قاری ها، هر کدام موافق درجه و مرتبه خداوند گروه میفرمیده است. این ملائکه جمع میکردن و این گروهی مردم میگه به سوی جنت میبردن. وقتی که میبرن اون گروهی که پیش یکم میروند، اینها میگه چهره هاشو مثل ماهتابی که در روز 14 روزگیش در بین ماه بود میشود چقدر درخشان و روشن است، این چنین میگه چهره درخشان و روشن دارد. شخصیت هایی که از قفای اینها میآیند، چهره های اینها میگه مثل ستاره که در تاریکی شب آسمان از زیبا میگردانه، این چنین چهره های زیبا دارد. این ملائکه ها میگه اهل جنت در صحرای قیامت گروه میکردن و به سوی جنت میبردن. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها. وقتی که شما بزرگوارها، شما بنده های حقیقی خدا، شما اهل جنتی ها وقتی به نزدیکی درهای جنت برده میشوه، رب العالمین گفتن که ملائکه هایی که وابسته به خدمت شما هستند درهای جنت بروی شما کشاده میگردن. یعنی 8 در جنت بروی اهل جنت کشاده میشده. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها. اون خدمتگارهایی که در جنت خدمتگار هستند، خداوند در جنت غلمان، جوانهای زیبا، جوانهایی که از 18 تا 20 ساله هستند، اونها را خداوند از مروارید، یعنی از یک سنگ قیمت بها که از بریلیان میگن، خور میگن، از همون چیز خلق کرده است. در دو طرف میگه درهای جنت پیشواز اهل جنت میبرآمدند. از دو طرف از درهای جنت پیشواز برای کی؟ برای ما گناهگارهایی که خداوند ما را به فضل و کرمش بخشید و امر کرد که به سوی جنت ببریم. از دو طرف میگه اون غلمان، اون ملائکه ها و یعنی خدمتگارهای جنت صف میکشیدن به پیشواز اهل جنت. وقتی که اینها نزدیک میشیدن، اون خدمتگارها میگفتن سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. اونها میگفتن سلامتی برای شما نصیب باد، شما دیگه همیشه ابدی در سلامتی هستی. شما دردمندی نمیبینه، ناراحتی نمیبینه، غمگینی نمیبینه، رنج و مشقت و یگان آزار دیگه نمیبینه. از این پس شما در سلامتی ابدی هستی. سلام علیکم طیبتم. شما در دنیا پاکیزگی را اختیار کرده، پاکیزه بوده، نماز خوانده، روزه گرفته، حج رفته، زکات ادا کرده، از حرامهای الهی خودتون نگه داشته. امروز به سبب پاکیزگی در این جنت که جاویدان همیشگی و ابدی که دیگه از این بیرون نمیشوه، پیر نمیشوه، نمیموره، دیگه رنج و کمبودی نمیبینه، امروز در این جنت شما داخل شوه. در این جنت امروز شما داخل شوه که خالدین، همیشگی و ابدی شما در این جنت هسته.
اهل جنت داخل می شدن، وقتی می دیدن که جنت که به زبان او را وصف کرده نمی شود، چرنگ دین روز گفتیم در یک درخت زیاده از 100 نوع میوه در سایه یک درخت 100 سال می روی تیار نمی شود. چقدر لذت های راحت های گوناگون اهل جنت وقتی می درمدن خود را گم می کردن. اینقدر جای خوب خداوند اختیار می داده است. از خوشحالی و خرسندی اهل جنت می گفتن و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء و نعم اجر العاملین. صدق الله العظیم. اهل جنت دیگر از خوشحالی میگفتن که الحمدلله، خدا را هزار به نهایت شکر که پروردگار اون وعده که برای ما وعده داده بود وعده را به تصدیق کرد، به حقیقت رساند، وعدش را به جا آورد. گفت نماز بخوان، روزه بگیر، جنتت میبرم. از روی فرمانبرداری امروز خداوند من جنت آورد و این ملک جنت که حد و کنار نداره در اختیار من گذاشت و برای من گفت که در هر کجای جنت میخواهی برای عیش و عشرت کو، برای زندگی کو، برای استراحت کو، که امروز دیگر برای تو رنج و مشقت و آزار نیست. با چنان خوشحال میشدن و خدا را شکر میگفتن و پروردگار میگفته که این در برابری انمو عبادت و بندگی که در دنیا کرده در برابری همون است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعضی از نعمت‌هایی که اونها را یعنی وصف کردن نمیشه به زبان عاجز است، کوتاه است برای وصف کردن، در حدیث قدسی فرمودن که رب العالمین فرموده است که اعددت لعبادی الصالحین، من گفته است برای بنده های خوبم آماده کرده ام در جنت ما لا عین رأت، چیزهایی که یگان چشم اونها را ندیده است، چیزهای خلق کرده ام که یگان چشم اونها را ندیده است. مثال بگیم انار نیست، مثل سیب نیست، مثل یعنی گیلاس و دیگر میوه های دنیا نیست، بهتر از اینها هست. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یگان گوشم وصف اونها را نشنیده است. ولا خطر علی قلب بشرین، در قلب یگان شخصیت، در دل یگان شخصیت هم نگذاشته است که اونها چی قدر و چی چیزهای خوب باشند. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که جنت خاکش از مشک و عنبر است. اون غیشتهایی که در قصر جنت است از طلا و نقره هستند. تنه درختای جنت از زبرجد است، یعنی از مروارید و از این چیزهای قیمتی که امروز در دنیا خریده نمیشه از اونها هست. اما جنت به همون قدر عیش و عشرت، به همون قدر لذت و راحتش خداوند در حق شما بزرگوارهایی که امروز تراویح آمده، امروز روزه گرفته، امروز میآیه که صحبت خدا و پیغمبر را گوش کنه، امروز خودتون از حرام ها نگه میداره، انمو قدر قیمتی ها و خوبی ها را در حق شما بزرگوارها خداوند میبخشه. وقتی شما اوج داخل شده اکنون منظره را امروز ما باید میاریم. انشاءالله این جمعیت از خداوند امید داریم که یک جایت در جنت این چنین باشه. انشاءالله این امید ما داریم. وقتی که شما بزرگوارها این همه خوبی را از خود میکنه، دیگر خود را گم کرده، مستانوار، پروانوار در او جنتی که خداوند رضاش است و محبتش هست و عیش و عشرت آخرت پروردگار است، وقتی شما داخل میشوه از خوشحالی و خرسندی دیگر انسان خود را گم میکرده است. این لحظه رب العالمین میدید است که بنده های او خوشحال هستند، چقدر خرسند هستند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینم در حدیث آورده است که ان الله یقول لاهل الجنه یا اهل الجنه، رب العالمین به سوی اهل جنت میگه ای اهل جنت، ای جنتی ها میگه، فیقولون، شما میگه لبیک لبیک ربنا و سعدیک والخیر فی یدیک، شما میگه لبیک ای پروردگار. بعد از اون پروردگار میگه هل رضیتم، آیا شما راضی گردیده، آیا شما راضی شده؟ در برابر همین عیش و عشرت، لذت و راحت، زینت و خوبی های جنت،
لباس های خوب جنت شما راضی شده؟ اهل جنت چی میگفتن؟ اهل جنت میگفتن که و ما لنا لا نرضا یا ربی، میگفتن ای پروردگار ما چی نه راضی نشویم، ما چی رنگ راضی نشویم؟ و قد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، این قدر خوبیه که برای ما بخشیده ای با یگان موجودات و مخلوقات نداده ای. این خوبیه که امروز در اختیار ما داده تمام موجودات و حتی برای ملائکه اینه ندادی، ما چی نوع راضی نشویم؟ رب العالمین میفته که الا اعطیکم افضل من ذلک، آیا من برای شما از این بهترش ندیهم؟ آیا برای شما از این لذت و راحت جنت بهتر ندیهم؟ اهل جنت چی میگفتن؟ فیقولون یا ربی و ای شیء افضل من ذلک، میگفتن ای پروردگار از این بهتر با چی چیز است؟ رب العالمین میفته که فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدی ابدا، میگفتن از این بهتر من این جنت ما با همه عیش و عشرتش برای شما حلال گرداندم، در اختیار شما دادم و این را انیق بدانه که بعد از این من دیگر شما را عذاب نمیکنم، بعد از این من قهر و غضب ما بلا ما مصیبت و مشقت ما با بالای شما را نمیارم، ابدی همیشگی در عیش و عشرت و در لذت و راحت هستید شما.